سلام دوستان، من بابک هستم. امروز میخوام بهتون بگم سووید چیه و چجوری کار میکنه و چه مزایایی برای ما توی آشپزخونه میتونه داشته باشه. با من باشید با این ویدیو. دوستان کارمون رو شروع میکنیم. این دستگاه سووید هست. سووید به معنای زیر فشار یا تحت فشار پختن. حالا در ادامه بهتون میگم چرا. یک دستگاه فرانسوی است که مبدعش فرانسوی هستن و خب الان خیلی قدیمی شده توی رستوران اروپا، ولی خب توی ایران فکر کنم 4-5 سالی اومده و توی ایران خیلی کاربرد داره. در ادامه بهتون میگم چرا. حالا یه مقدار از کارایی خود دستگاه بهتون بگم. خب این دستگاه اینجوری یه سیستم پیچیده‌ای نداره، یه مانیتور داره اینجا، دکمه آن و آفشه، به وای فای وصل میشه. میتونید شما یه اپلیکیشن توی موبایلتون نصب کنید، از اون طریق کنترلش کنید و آره چیز خاصی نداره. شما میتونید دمایی که میخواید مثلا برای فیله استیک، یعنی یه فیله گوساله رو بخواید بپزید با دماهای مختلفی، یعنی شما از رر دارید تا ولدان، اون موقع شما میتونید یه پروگرام یعنی یه سانتیگراد داره، یه فارنهایت. حالا من با سانتیگراد کار میکنم. مثلا 65 درجه مثلا ما میتونیم فیله گوساله مدیوم رو پخت کنیم، یعنی بپزیم. تنظیمش میکنیم. حالا اگه میخوایم بیشتر بپزیم بالا پایین میشه و حالا من روی 65 مثلا میذارم. ساعتش هم اینجا مثلا روی 2 ساعت مثلا میذاریم و استارت رو میزنیم و این تقریبا الان میبینید روی 45 دقیقه است، یعنی دمای آبمون روی 45 درجه سانتیگراده. ببخشید من گفتم دقیقه. و وای میسیم، خودش به اون یه آلارم میده تا برسه به اون دمایی که تنظیم کردیم، یعنی 65 درجه. خب دوستان همینجوری که میبینید ما به اون درجه حرارت مورد نظرمون رسیدیم و خب این الان کافیه که فقط اون چیزی که مواد غذاییمونه که از قبل وکیوم کردیم، حالا بهتون میگم در ادامه، با دستگاه وکیوم بذاریم توش و بذاریم این ساعت بگذره. یعنی ما روی 2 ساعت مثلا تنظیم کردیم. وقتی گذشت خودش یه آلارم بهمون میده که گوشتمون یا محصولمون آماده است. میرسیم به مرحله خیلی مهم، مرحله وکیوم هست. یعنی دستگاه وکیوم که این دوتا مکمل همن، بدون این نمیتونید کار کنید. البته خب میشه کار کرد یه جورایی، یه تکنیکایی هست که بدون دستگاه وکیوم، ولی خب توی رستوران که ما حجم بالایی داریم مثلا خیلی سخت میشه و یه جورایی نشدنیه. حالا به هر حال یه دستگاه صنعتی وکیوم بزرگ میخواید برای رستوران، اینم خونگیه. این فقط صرف آموزشه و شما برای توی رستوران چون حجم کار بالا هست این کششو نداره. ما برای وکیوم کردن کیسه‌های مخصوص وکیوم رو میخوایم که یه کیسه‌های استانداردی هست که مثل کیسه‌های معمولی نیست و محصولمون رو داخل این قرار میدیم. حالا خیلی صاف و تر و تمیز قرار میدیم، حالا گوشتمون یا استیکمون یا سبزیجاتمون رو. بعد میره از این طریق وکیوم میشه، یعنی کاملا باید بدون هوا باشه. اینجا درجه‌های مختلفی هست. حالا من زیاد روی دستگاه وکیوم توضیح نمیدم چون خب شما اگه بخواید تهیه کنید یه چیز دیگه از صنعتیه و دیگه کارایش اونجا آموزش داده شده. ولی فقط میخوام بهتون بگم که این کیسش هست و محصول رو میذارید توی این وکیوم میکنید و خب کارمون با این تمومه. خب میرسیم به مزایای پخت گوشت با سووید. یکی از مزایای خوبش اینه که ما یه درجه ثابت رو داریم. مثلا اینجا اگه 65.5 هست، کل پروسه پختتون با همین دما ثابت پخته میشه و این دمای ثابت باعث میشه که ما بافت گوشت یه جاش یه قسمتش صفر نشه، یه قسمتش شل بشه، یه قسمت آبدار و یه قسمت خوش باشه. این مزایا رو داره مخصوصا توی ایران که متاسفانه کشتار دام ها اصلا اصولی نیست. واسه همین ما توی ایران میریم توی رستوران یه جا گوشش دیگه، این همه چیز خودمون میدونیم دیگه. مثلا میدونیم یه رستوران گوشش نرمه، مثلا کباب برگش نرمه آبداره و یه جا میریم خشکه. البته اون به درجه پخت و اون کسی که داره میپزه اونم بستگی داره، ولی خیلی بستگی به کشتار دام داره، اصولی باشه یا اصولی نباشه. واسه همین بعضی از
کشتارگاه ها میبینید گوشتشون همیشه باراشون خوبه. احتمال داره همون کشتارگاه بازم یه بار گوشتش بد باشه. واسه همین شما اگه توی اروپا یه گوشتی و یه تیکه استیک رو از یه مغازه بخرید، همیشه یه گوش نرم دارید و هیچ وقت تغییر نمیکنه بافت گوشت، مگه اینکه شما روش پختتون رو توی خونه یا توی رستوران تغییر بدید. یه مزایای دیگه سووید کردن اینه که خیلی صرفه‌جویی میکنید توی زمان یا تایمتون. به این شکل است که مثلا من یه سینه مرغ دارم، اینجا واکیومش میکنم، بعد میذارم تو دمای مورد نظرم تنظیم میکنم و ساعتش رو میذارم کامل سووید بشه. وقتی تموم شد این مرغ دیگه پخته شده، فقط من میخوام بعدش یه آروما بهش بدم، یه مزه بهش بدم. یعنی وقتی اینجا مرغمون تموم شد من مایتابه‌مو داغ میکنم یا گریلمو داغ میکنم، سینه مرغو میذارم توش یه ذره رنگ بگیره و یه ذره مزه بگیره. البته خب شما وقتی سووید میکنید توی مشمع واکیوم 100% اونجا قبلش گوشمون رو مزه دار کردیم، یعنی ادویه، روغن، 100% همه این چیزا رو میخواد. حالا توی ویدیو دیگه کامل براتون میذارم. ولی خب بعد اینکه بخواید شما مثلا یه دونه فیش استیک مرغ دارید، بعدش 100% یه گریل باید بکنید و توی مایتابه با کره و روغن و سبزیجات اینو یه تفتش بدید، بعد برش بزنید، بذارید توی بشقاب و بره برای مشتری. واسه همین شما خیلی توی زمان صرفه‌جویی کردید و اگه بخوام توی حجم بالا بهتون بگم، شما کل مرغاتون یا اون محصولاتتون رو واکیوم میکنید، همه رو آماده میذارید توی یخچال. هر شب مثلا میبینید شما 10 تا استیک مرغ به فرض مثال فروش دارید، 1 ساعت قبل اینکه دیگه مشتری شروع بشه یعنی رستوران شروع بشه به شلوغ شدن و مشتری بیان، همه رو میذارید توی سووید با همون دما و همون درجه، اصلا بالا پایین نشه چون پختش تغییر میکنه. همه رو میذارید توی سووید. حالا شما یه بنماری بزرگ دارید که اینو گذاشتید توش، همه رو میذارید توی سووید. فیش مثلا استیک مرغ اومد، شما از اینجا درش میارید، فقط کافیه بذارید روی گریل یا توی مایتابه با کره و سبزیجات تفتش بدید، برش بزنید، بفرستید برای مشتری. یعنی شما دیگه لازم نیست یه استیک مرغ خامو بندازید روی گریل و حالا اگه بپزه نپزه ریسکش بالا، زمانشو، چون خب همیشه این چیزا 100% نیست. مخصوصا توی ایران همونجوری که گفتم کشتارا زیاد اصولی نیستن، شما امکان داره گوشه به کیفیت بگیرید و کارتون خراب بشه و مشتری ناراضی بشه. ولی توی سووید شما پخت 90% رو رفتید تقریبا، فقط کافیه همونجوری که گفتم یه مزه بهش بدید و یه آروما بهش بدید و بفرستید برای مشتری. من این ویدیو رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما اگه میتونید یه سووید تهیه کنید برای رستورانتون، خیلی کارتون رو جلو میندازه، خیلی کیفیت کارتون میره بالا. و اگه سوالی چیزی هم داشتید حتما توی کامنت ها بذارید. لایک هم فراموش نشه لطفا، سابسکرایب کنید و به همکارتون هم معرفی کنید که اینجوری ما روحیه میگیریم ویدیو بیشتری براتون بسازیم. و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما.